رستوران کره منم به اسم هات پات. البته نوت پاته. یه انگلیسی به روسی میشه نه درسته شماره اینا نه نوت پات. و الانم که دیگه من غذای کره سفارش دادیم برای نهار و من دارم میمیرم از گشنگی. حالا برش کنیم. این سفارش دادم دندونام بچه میشکنه با این، ولی بالاخره سفارش من مرض دارم. خب اینم که بالاخره بریم تست کنیم با اینکه خوردم ولی تست کنیم. بچه غذامون اومد. من داشتم قرار با هم دیگه بخوریم چون سری پیش خریدیم و هیچ کدومون نخوردیم میخورد. معلوم نیست بعد خوردن این چه بلایی قرار سرمون بیاد. بابا بشین بابا تنده فقط میمیری تند آتشی. اینم بخور وقتی میمیری. نه دندون نمیمونه. باشه بریم که بخوریم. ای بچه داغه خیلی داغه. چسبیده اینو درست نگرفته این چسبیده. فرصت من باید اینجوری کنم. اوکی بچه مواظب باشین تو چشتون نپره. اوکی خب تمام. گوشت برمیداری؟ نودل بردار. نمیذاره. باش همون گوشت بردار هرچی دوست داری بردار. نه خب سب کن. چرس. Promdok классический. Promdok красивый. چونه بچه ولی خوشمزه. خدای خوشمزه است. بد نمیشه ازش بله بگیری. خوشمزه است و فوق‌العاده فلفلیه. خب بچه اینم از دومین غذا. اینم از آخرین. برادر بنده هم داره میخوره. آی خدا. بچه هنوی مونده البته ولی دیگه جا خوردن ندارم من دیگه. و این سیب زمینیشه. خواستیم نودلش هم بگیریم ولی دیگه گفتیم دیگه بسته. ما به طرز ایرانی بیایم اینجا دیگه ایرانی هستیم دیگه. خاطی که نیستیم. و جای همینگی خالی باشه. خیلی دوستشون دارم. و من وقتایی که این غذا رو به شما نشون میدم نمیخوام خودنمایی کنم، یعنی میخوام بگم که این غذا هم توی اینجا هستش و من خودنمایی نمیکنم.